نماز عید را در چه حالت خواندن در کار؟ وقتی نماز عید از بلند شدن آفتاب، یعنی از زمانی که خواندن نماز جایز می شود، زیرا که وقتی که آفتاب طلوع می کند، آفتاب پرستان بین دو قرنیه شیطان، یعنی دو شاخه که در روز خشوع دارد، آفتاب پرستان عبادت خشانه می کنند. لیکن ما خلاف عبادت های او را کردم. وقتی که آفتاب بلند می شود به نماز شروع می کنیم، یعنی زمانی که خواندن نماز جایز می شود تا زوال آفتاب است. طرز ادا نمودن این نماز، تمام شرایط هایی که برای برپا نمودن نماز جمعه با ما و شما بستگی داشت برای برگزاری نماز عیدین نیز لازم می باشد، بغیر از خطبه، زیرا که خطبه در نماز عیدین سنت بوده و بعد از ادای 2 رکعت نماز خوانده می شود. لیکن در جمعه ها چی؟ پیش از نماز خطبه خوانده می شود. نماز عید سعید فطر و قربان 2 رکعت است و طرز ادای آن به این طریقه است که